دوستای گلم، درود بر شما. من افسانه هستم. قراره که کتاب خرد عادتها اثر استفان گایز و برگردان نرگس محمدی رو با هم مطالعه داشته باشیم. تمام تلاشم بر اینه که توی 4 پارت تمومش کنیم، اما اگر که زمان بیشتری خواست توی 5 پارت به اتمام میرسونیمش. بریم شروع کنیم. خب اول از همه من کتاب رو اینجا میذارم که اگر دوست داشتین تهیهش کنین. از صفحه 19 مقدمه خرد عادتها شروع میکنم. یک سفر 1000 مایلی با اولین قدمی که برمیدارین آغاز میشه. از لاو تزو. بیاین اولین خرد عادتتون رو آغاز کنین. هر روز حداقل 2 صفحه از این کتاب رو بخونین تا تمومش کنین. ممکنه بخواین بیشتر از 2 صفحه بخونین، اما خب هرگز کمترش نکنید. خوندن 2 صفحه به تلاش و زمان زیادی نیاز نداره، پس نمیتونین بهونه بیارین. حال که مشغول خوندن کتاب خرد عادت‌ها هستین، میتونین حس داشتن یه خرد عادت رو تجربه کنین. همین حالا بینیتون رو لمس کنید. جدی گفتم. بعداً دلیل این حرفمو خواهم گفت. بسیار خوب. اکنون به این بیاندیشین که حقایقی که در ادامه اومده در زندگی شما چه معنایی داره. 1. انگیزه های بزرگ اگه نتیجه‌ای به همراه نداشته باشن بی‌ارزشن. برای مثال من میتونم بگم که هر روز 2 ساعت ورزش خواهم کرد، اما اگه هرگز ورزش نکنم اون میزان انگیزه ابتدایی هم دیگه معنیشو از دست میده. در واقع انگیزه بدون عمل به اعتماد به نفس شما آسیب میزنه. 2. طبق تحقیقات انجام شده افراد به مرور زمان توانایی خودکنترلی خودشون رو خیلی دسته بالا میگیرن. این 2 نکته ساده به خوبی نشون میده که چرا بسیاری از مردم با خودشون کلنجار میرن تا بتونن تغییری تو خودشون ایجاد کنن، اما نمیتونن. اونها جاه طلبی های بزرگی دارن. در واقع به زبون خودمون میگیم که کمالگرای خیلی فعالی دارن و علاوه بر اون توانایی های خود رو هم برای تغییر خیلی دسته بالا میگیرن و این تناقضی بین خواسته و توانایی به وجود میاره. لازمه به 2 حقیقت دیگه اشاره ای داشته باشیم. 1. کار کمی انجام دادن تا حد فوق‌العاده زیادی بزرگتر و بهتر از هیچ کاری انجام ندادنه، چه به لحاظ محاسبات ریاضی و چه به لحاظ عملی. 2. کار کمی انجام دادن در هر روز تاثیر خیلی بیشتری داره از اینکه حجم زیادی از یک کار رو تو یه روز انجام بدین. تا چه حد تأثیر داره؟ باید بگم که تأثیری بسیار حیرت انگیز، زیرا انجام مقدار کمی از کار در هر روز کافیه تا عادتی اساسی و عمری در خودتون ایجاد کنید. به همین دلیل همانطور که خواهید دید کارهای کوچک روزانه بسیار تاثیرگذار قلمداد میشن. اگر این جملات به نظرتون منطقی اومد، اصلی ترین نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم اینه که انگیزه های کوچیک بهتر از انگیزه های بزرگن. جالبه نه؟ خب این هنوز برای شروع بود. آیا تا به حال احساس کردین که گیر کردین؟ آیا تا به حال برای بهتر شدن تلاش کردین ولی شکست خوردین؟ آیا براتون پیش اومده که بارها و بارها به طور مجدد تلاش کنین و حتی برای مدتی طولانی دست از تلاش کردن بردارین؟ فکر میکنم همه ما تا به حال به این نقطه رسیده باشیم، اما بذارین سوالای خیلی جالب تری ازتون بپرسم. اگه ناتوانی شما در انجام کاری و عمل کردن طبق برنامه‌ای که تو ذهن دارین هرگز مشکل شما نبوده و ایراد از راهکارتان باشد چه؟ همان راهکاری که بیشتر مردمان این دنیا به کار گرفتن و قبولش دارن. و اگه علم روانشناسی انسان، علم اراده و علوم مربوط به ذهن جایگزین بهتری برای وفادار ماندن به برنامه‌ای که در ذهن دارین پیشنهاد بدن چی؟ با این عادت‌های جدید میتونین به همه آن چیزی که تو ذهنتون هست برسین. به دنیای خرد عادت‌ها خوش اومدین. تمام ماجرا نوعی بزرگنمایی به نظر میرسه، میدونم، اما فقط همین خورده شرح زندگی منو بخونین تمام اون حقیقت محض و پرده برداشتن از ماجراییه که در آخرهای سال 2012 برای من اتفاق افتاده. 10 سال گذشته زندگی من به جستجوی مداوم و تلاش برای رشد همراهی با نتایجی ناامید کننده گذشت. اما همون موقع چیزی رو امتحان کردم که برخلاف آنچه تاکنون در تجربه کرده بودم نقطه اوجی تو زندگیم به وجود آورد. پس خیلی تقلا کردم تا دریابم دقیقاً چرا این راهکار عجیب به خوبی جواب داده و از اینکه چگونه همه چیز با هم جور شد بسیار تعجب زده شدم و هنوز هم هستم. و اکنون این همون کتابه.
معمولا برای آنکه پیشرفتی نداشته ایم به سرعت خودمون رو سرزنش میکنیم، اما به ندرت خودمون رو به خاطر راهکارهامون سرزنش میکنیم. پس همون راهکارها رو بارها و بارها تکرار میکنیم و به هر دری میزنیم که همون راهکار رو جواب بده. اما نکته‌ای هست: اگه با چند بار استفاده از راهکاری خاص به نتیجه نرسیدین، باید راهکار دیگه ای رو امتحان کنین. مهم نیست اگه برای دیگران جواب میده اما برای شما جواب نمیده. این درسیه که کاش سالها پیش یادش میگرفتم. واقعا یه نسخه رو برای همه نمیشه پیچید. راههای رسیدن به خدا زیاده. از شما خواسته بودم که بینیتون رو لمس کنین. چرا؟ چون میخواستم چیزی به خودتون ثابت بشه. اول اینکه توجه داشته باشین برای لمس کردن بینیتون به شما هیچ جایزه‌ای داده نشد. دوم اینکه در نظر داشته باشین که به هر حال شما این کار رو انجام دادین. چرا؟ چون توانایی انجام اون رو دارین. اگر اون موقع لمسش نکردین، همین الان لمسش کنید تا بتونین کلماتی که دارم زیر این متن می نویسم در مورد شما هم به کار بره. و اگر از اون نوع افراد یه دنده هستین، یه کار کوچیک دیگه ای انتخاب کنید که انجامش بدین. شما تونستین بینیتون رو لمس کنین چون مقاومتی که در برابر انجام اون حس کردین از نیروی اراده شما قوی تر نبود. تبریک میگم. اکنون قدرت خرد عادت‌ها رو ثابت کردید. این یه تمرین ابتدایی برای نیروی اراده بود. اگه میتونین خودتون رو مجبور کنین که بینیتون رو لمس کنین، پس میتونین تو راهکاری که این کتاب ارائه داده هم موفق بشید. شوخی نمی‌کنم، این کتاب فقط به دلیل اینکه من در تاریخ 28 دسامبر 2012 تونستم یه حرکت شنایی روی زمین انجام بدم نوشته شده. توانایی اکنون من در انجام 16 حرکت بارفیکس در یک نوبت و ذهن باز شدم نتیجه همون یه حرکت شنایی روی زمینه. این که هر روز میخونم و مینویسم در نتیجه همون حرکت شنا شکل گرفته. اون حرکت شنا اولین گامی بود که باعث این تغییرات بزرگ توی زندگی من شد. هر موفقیت بزرگی بر پایه شالوده‌ای که پیش از آن پای ریزی کرده ایم استوار میشه. هنگامی که به عقب برمیگردین میبینین که همه چیز با قدم کوچیکی که تو اون مسیر برداشتین شروع شده. بدون انجام اون حرکت شنا احتمالا من هنوز درگیر این بودم که چجوری برای رفتن به باشگاه یا به طور مرتب خوندن و نوشتن خودم رو با انگیزه کنم. اون حرکت شنا باعث شد که بتونم این راهکار جدید رو کشف کنم. راهکاری که چنین مزایای فوق‌العاده‌ای برام داشت. آماده این تا داستان اون تک حرکت کوچکی که همه چیز رو برام تغییر داد بشنوین؟ همه چیز چگونه آغاز شد؟ چالش یک حرکت شنا. به این فکر میکنم که اسمشو بذارم حرکت شنای طلایی. 28 دسامبر 2012 و نزدیک سال جدید بود. مثل خیلیای دیگه به سال 2012 فکر کردم و چندان تحت تاثیر قرار نگرفتم. دلم می‌خواست تو سال 2013 خیلی بهتر زندگی کنم. بزرگترین خواستم تناسب اندام بود. هرچند قصد نداشتم که در سال جدید تصمیم جدیدی بگیرم. سالها بود که دیگه چنین تصمیماتی نمیگرفتم چون میدونستم که فقط 8% امکان به سرانجام رسیدنشون وجود داشت. درصد خیلی پایینیه. سنگین‌تر بودم اگه به شانس برنده شدن در لاس وگاس فکر می‌کردم تا در زندگی. از زمانی که دانش آموز سالهای آخر دبیرستان بودم سعی داشتم که ورزش کردن رو برای خودم تبدیل به عادت کنم. اما برخلاف تلاش‌هام تا 10 سال هرگز نتونستم چنین عادتی رو به وجود بیارم. نتایجی که میگرفتم از اون نتایجی نبود که بتونه اعتماد به نفس رو به کسی تزریق کنه. هیجانات انگیزشی من برای تغییر کردن معمولاً تا 2 هفته بیشتر دوام نمی آوردن و سپس به بهونه‌های مختلف دست از تلاش می‌کشیدم. گاهی حتی بهونه‌ای هم نداشتم، فقط دست از کار می‌کشیدم. من که این بار می‌خواستم قبل از اون نقطه کلیشه‌ای شروع در تاریخ 1 ژانویه که برای همه انسان‌ها آغاز تصمیم گیری های جدیدی بود کاری کرده باشم، تصمیم گرفتم که همونجا و در همون نقطه به مدت 30 دقیقه ورزش کنم. اما بی حرکت موندم. نمیتونستم به خودم انگیزه بدم. دوباره به برنامه‌های تکراری با انگیزش‌های همیشگی برگشتم. زود باشه استفان، قهرمانان واقعی با کار فوق‌العاده قهرمان شدن. سعی کردم به موسیقی سرعتی گوش بدم، خودمو با بدنی ورزیده و متناسب مجسم کنم و دیگر چیزها، اما هیچ کدام از اونا جواب نداد. احساس کردم به قدری نامتناسب، کسل و بی ارزشم که نمیتونم هیچ کاری انجام بدم. یه ورزش 30 دقیقه‌ای در نظرم به بزرگی قله اورست بود. ایده ورزش کردن اصلا برام جذاب نبود. حس کردم که یه آدم شکست خوردم و همینطور هم بودم واقعا. فقط زمان یا تلاشی که این 30 دقیقه ورزش کردن میبرد نبود که منو میترسون، بلکه کل کاری که لازم بود انجام بدم تا به خواسته تناسب اندام برسم منو وحشت زده میکرد.
بین آنجا که من ایستاده بودم و جایی که میخواستم بهش برسم فاصله خیلی زیادی وجود داشت. میزان ورزشی که میبایست در طول 1 سال انجام بدم بر ذهنم خیلی سنگینی میکرد. قبل از اون که حتی کوچکترین کاری انجام بدم احساس گناه، شکست و ناامیدی تمام وجودم رو فرا میگرفت. نقطه تحول. چند ماه پیش کتاب فوق‌العاده‌ای در زمینه تفکر خلاق و حل مسئله به نام ابزار متفکر نوشته مایکل خونده بودم. یکی از ابزارهای تفکر خلاقانه که نویسنده در موردش صحبت کرده بود صورتک‌های غلط نام داشت. طبق اصل صورتک‌های غلط شما خلاف آنچه که در حال حاضر به اون میاندیشید رو مجسم میکنید و ایده‌ای خلاقانه که از اندیشیدن به ذهنتون میرسه بررسی میکنیم. یه مثال ابتدایی بزنیم که برامون جا بیفته. به جای ساخت یک آسمان خراش اگر سازه‌ای در عمق زمین بنا کنید چه؟ این روش تفکر که خود را مجبور کنید دیدتان را بازتر کرده و طیفی از امکاناتی که در اختیار دارید را در نظر خود مجسم کنید میتونه ایده های خلاقانه خیلی بیشتری رو به ذهنتون بیاره. جالب بود. مشکلی داشتم که باید حلش میکردم و این تکنیک ناگهان در ذهنم جرقه زد. سپس به نقطه متضاد یک ورزش 30 دقیقه‌ای فکر کردم. خلاف ورزش کردن، بستنی خوردن و تماشای تلویزیون بود. پس در اون لحظه یه ورزش 30 دقیقه‌ای همچون چالش بسیار بزرگی در نظرم مجسم شد، به بزرگی اورست. نقطه تضاد دیگری که به ذهنم رسید حجم ورزش بود. چه میشد اگه به جای این عرق ریختن و این عذاب اجباری فقط یه حرکت شنا انجام بدم؟ چه اجباری بود که بخوام بیشتر از اون انجام بدم؟ فقط یه حرکت شنا. این دقیقاً نقطه متضاد به لحاظ زمان و حجم یک ورزش 30 دقیقه‌ای بود که در نظرم همچون اورست آمده بود. واقعاً از ایده‌ای که به ذهنم رسید خندم گرفت. چقدر مسخره. یه حرکت شنا کاری از پیش نمیبره. کافی نیست اصلا. واقعاً باید بیشتر از اینا تلاش کنم. اما هر بار به برنامه اولیه‌ام برمیگشتم. نمیتونستم انجامش بدم. پس از اون که از ناتوانیم در انجام یک ورزش 30 دقیقه‌ای خسته شدم، پیش خودم فکر کردم که هر طور به نظر برسه مهم نیست. فقط یه حرکت شنا رو انجام میدم. روی زمین دراز کشیدم. یه حرکت شنا انجام دادم و زندگیم رو در جهت بهتر شدن برای همیشه تغییر دادم. وقتی که بدنم رو تو وضعیت انجام همون یه حرکت شنای روی زمین قرار دادم متوجه شدم که دقیقاً احساسی مانند شروع یک ورزش 30 دقیقه‌ای دارم. حرکت شنا رو انجام دادم. استخون شونم صدا داد. آرنجام برای باز شدن به روغن نیاز داشتن. انگار ماهیچم از یه چرت 24 ساعته بیدار شده بود. اما بدون معطلی چند حرکت شنای دیگه پشت سرش انجام دادم. چون بدنم همکنون آماده بود. هر حرکت شنا فشاری بر ماهیچه‌های سفت شده و ذهن مضطربم وارد می‌کرد. همانطور که ایستاده بودم به این نتیجه رسیدم که انجام همین چند حرکت بهتر از اینه که هیچ کاری انجام ندم. اینم بگم که دوباره فکر دست کشیدن از تمرین به ذهنم رسید، اما فوراً چالش کوچیک یه حرکت بارفیکس رو برای خودم در نظر گرفتم. میشد به راحتی بی خیالش بشم، اما میله بارفیکسمو تنظیم کردم و یه حرکت بارفیکس انجام دادم و باز چند تای دیگه هم رفتم. با خودم فکر کردم جالبه، سخته اما نه اونقدر که خودم تو ذهنم سختش کرده بودم. ماهیچه‌هام گرم شده بودن، انگیزم برای انجام حرکت‌های بیشتر کاملاً افزایش یافته بود، اما باز هم برای شروع کم بود و تا حدی بدنم نامتناسب بود، زیرا هنوز در مقابل ورزش کردن از خودم مقاومت داخلی بسیاری نشون میدادم. با همین راهکار ادامه دادم. حرکت‌های خیلی کوچیک که برای ادامه دادن کافی بودن میزدم. در حین انجام یک نوبت تک حرکت شنای روی زمین پیش خودم فکر کردم که میتونم 7 هدف کوچولوی دیگر رو هم عملی کنم همین الان. پس بسیار خوب، یکی دیگه، خب حالا 2 تا دیگه، حالا یکی دیگه، حالا 2 تا دیگه. هر بار که خودم رو با تومه چالشی فوق‌العاده آسون به ورزش وامی داشتم میتونستم اون ورزش رو انجام بدم یا از اون جلوترم بزنم. این خیلی مهمه، از هدفم جلوتر بزنم، یعنی یه جورایی از برنامه‌ام جلو میزنم و برنده برنامه خودم میشم، نه بازندش. پس هر چقدر برنامه‌ریزی ما کوچیک‌تر باشه ما میتونیم بیشترم انجام بدیم ولی یه روز خیلی شلوغ رو تصور کن، بازم برنامه‌ت خیلی کوچیک بوده، پس بازم برنده برنامه‌تی. وقتی که تمریناتم تمام شد 20 دقیقه بود که ورزشمو کرده بودم و به همین دلیل احساس فوق‌العاده‌ای داشتم. معمولا تو این نقطه از تمریناتم
یه ویدئوی 10 دقیقه‌ای ورزش عضلات شکم رو به طور کامل انجام میدادم. به محض اینکه این فکر به ذهنم خطور کرد، ذهنم همچون شلیک به پرنده دیجیتال در بازی ویدئویی شکار اردک اونو نیست و نابود کرد و زمزمه کرد که انگار بهت خیلی خوش گذشته، اما اونقدر به خودت مطمئن نباش. احتمالاً میتونین حدس بزنین که پس از اون چه کردم. تصمیم گرفتم تشک ورزشمو پهن کنم. ذهنم این تصمیمو پذیرفت. فقط پهنش کن. نمیخوای کاری کنی که. سپس تصمیم گرفتم که یه ویدئویی مربوط به عضلات شکم فقط پیدا کنم. ذهنم اینو پذیرفت و تصمیم گرفتم دکمه شروع ویدئو رو فقط فشار بدم. 10 دقیقه بعد عضلات شکمم برافروخته شده بودن. دقت کنین که همه اینها تصمیمات شخصی خود من بودن. پیش از این ذهنم حتی سنگینی انجام دادن یه برنامه 10 دقیقه‌ای 6 تکه کردن عضلات شکم هم نمیتونست هضم کنه. اگرم میتونست هرگز انجامش نمیدادم. یه روز بعد از اون که تونستم یه حرکت شنای ساده رو به یه تمرین 30 دقیقه‌ای که تا پیش از اون به نظرم غیر ممکن میومد تبدیل کنم، چالش یه حرکت شنای روی زمین رو نوشتم و تبدیل به معروف‌ترین پستم تا اون زمان شد. هنوزم پیامایی از مردم دریافت میکنم که برام مینویسن چطور این روش تونسته به اونا کمک کنه تا به طور مداوم ورزش کنن. کسایی که منو میشناسن میدونن که خود منم با این کتاب چقدر تونستم چالش‌های مفیدی انجام بدم و این کتابو تا به امروز به خیلی‌ها معرفی کردم. مثلا دلیل اینکه دلم می‌خواست بخونمش با شما همین بود که واقعا احساس میکنم دست منو گرفت تو روزایی که حتی ورزش یا رعایت تغذیه یا خیلی کارهای دیگه که منو به اهدافم نزدیکتر میکرد برام خیلی سنگین بود. ممنونم از این کتاب و نویسندش. در سال 2013 بود که هر روز خودم رو ملزم به انجام یه حرکت شنا در روز میکردم. معمولا بیشتر از یکی انجام میدادم، اما یه روز تا زمانی که به رخت خواب رفتم از تک حرکت شنا یادم نیومد. پس روی تشک تخت خوابیدم و اون یه حرکت شنا رو توی رخت خواب انجام دادم. یعنی میخواد بگه که انقدر چالش رو باید کوچیک و به طرز احمقانه خنده‌دار باشن که تو هر شرایطی بتونی انجامش بدی. برای خود منم پیش اومده، مثلا من برای عضلات 4 سرم برای اینکه آسیب زانو داشتم روزی 1 دقیقه در نظر گرفته بودم که پاهامو بالا نگه دارم، انقباض بدم به عضلات 4 سرم. بعد دقیقاً تو تخت بودم، یهو گفتم همه کارامو کردم دیگه، یهو یادم افتاد این کارو انجام ندادم. همونجا پامو بالا نگه داشتم، 1001 1002 1003 این پا اون پا این پا اون پا و 1 دقیقه‌ام تموم شد. واقعا خیلی جالبه. من زندگیش کردم، اینو تجربهش کردم. پس روی شکم خوابیدم و اون حرکت 1 شنا رو بر روی تخت خوابم انجام دادم. از فکر انجام وظیفه روزانه در ثانیه‌های آخر بیداری خندم گرفت. به نظرم بی‌معنی میومد، اما در حقیقت خیلی حس فوق‌العاده‌ای داشت که بتونی تا این حد آسون به موفقیت برسی و عادت به وجود اومدت رو زنده نگه داری. بعدها متوجه خواهی شد که همین یه حرکت تا چه حد توی موفقیتم تاثیرگذار بوده. متوجه 2 چیز شدم. اول اینکه انجام فقط چند حرکت شنا توی روز قطعاً تفاوت بسیاری در حس شما ایجاد میکنه، چه به لحاظ جسمی یا ذهنی. احساس میکردم قوی‌تر شدم، عضلاتم تو وضعیت بهتری قرار دارن. دوم اینکه متوجه شدم ورزش کردن برام تبدیل به یه عادت شده. با وجود اینکه چالش خیلی بزدلانه‌ای بود و خیلی آسون بود اما موفق شده بودم کاری که در هر روز به انجام برسانم رو انجام تمرینات به طور مداوم برام آسان‌تر شد. ببخشید حواسم یه لحظه پرت شد. دوباره این خط رو میخونم. دومی که متوجه شدم ورزش کردن برام تبدیل به یه عادت شده. با وجود اینکه چالش بزدلانه‌ای بود، اما موفق شده بودم کاری را در هر روز به انجام برسانم. انجام تمرینات به طور مداوم برام آسان‌تر شده بود. حال که چنین تجربه مثبتی به دست آورده بودم، کنجکاو بودم که بدونم آیا توضیح علمی هم در واقع برای این قدم‌های فوق‌العاده کوچیک برای من کارسازتر از هدف بزرگ بوده وجود داره یا نه. بررسی هایی که کردم نشون داد که بله، توضیح علمی داره. خیلی هم توضیح علمیش جالبه. حالا جلوتر میرسیم بهش و در طول این کتاب شما رو با اون دلایل به رگبار خواهم بست. در واقع هیچ تحقیقی وجود نداره که به شما بگه خورد عادت‌ها چاره کار شماست، بلکه فلسفه ساخت عادت‌ها بر پایه 10 مطالعه دیگری که طبیعت قدرت اراده و ذهن را اثبات کرده و آنچه لازمه شکلگیری حرکتی مداوم است رو تایید میکنه بنیان شده. من که از اواخر ماه ژوئن شروع کرده بودم، تونستم طی این مدت قدم بلند از خانه به باشگاه رو بردارم و از زمان آغاز چندین پوند
ماهیچه بسازم. در تاریخ 30 سپتامبر متوجه قدرت این فرمول برای استفاده در دیگر حیطه‌های زندگیم هم شدم. مثل چی؟ مثل خوندن، مثل نوشتن. از آن زمان به بعد افزایش بازدهی و تناسب اندامم مرا بسیار شگفت زده کرد. تمام چیزهایی که می‌خواستم همکنون در حال اتفاق افتادن بودند. اخیراً خوردن سالادهای گیاهی کامل رو شروع کردم، فقط به این دلیل که می‌خوام این چنین کنم. وقتی که توانایی اونو تو خودتون میبینید که در موارد مهمی مثل تناسب اندام و یادگیری بر روی خود سرمایه گذاری کنید، متمایل میشین که تو زمینه‌های دیگه زندگیتون هم روی خودتون حساب کنین. من واقعا به این رسیدم. فقط برای عادتهای خوب. قبل از آنکه جلوتر برویم میخوام بدونین که این کتاب شما رو در ترک سیگار یا مهارت اعتیاد قماربازی کمکی بهتون نمیکنه. چرا؟ خورد عادتها فقط برای عادتهای خوب یا اضافه کردن رفتارهای مثبت به زندگی برای غنی ساختن اون تا سالهای طولانی به کار گرفته شده. متوقف کردن یک عادت بد، این نکته خیلی مهمه، و ساخت عادتهای خوب هدف یکسانی رو دنبال میکنن. جانشین کردن رفتاری پیش‌فرض با رفتاری بهتر. در مورد عادتهای بد، انگیزه اصلی شما برای تغییر عکس‌العملی دور شونده از چیزهای بد است و در مورد عادتهای خوب انگیزه اصلیتون برای تغییر عکس‌العملی نزدیک شونده به چیزهای خوب هست. خب عالی شد. تغییر رفتارهای بد عمیقاً ریشه دارند و فعال در وجود کسی هستند، مثل اعتیاد به مواد مختلف و روند روانشناسانه متفاوتی را می‌طلبه و ممکنه در این زمینه به کمک متخصصان هم نیاز پیدا کنید برای ترک یک عادت بد. اگر به دنبال روش طولانی مدتی هستین که شما را در ترک عادتهای بد مثل تنبلی، ترس و اتلاف وقت کمک کنه، این کتاب میتونه تا حد خیلی زیادی براتون مفید باشه. وقتی که عادتهای خوبی رو وارد زندگیتون میکنین، عادتهای بد منفعلانه به حاشیه رونده میشن. خیلی طبیعیه. دیگه چجوری میتونین عادتهای بدتون رو ادامه بدین اگه تمام وقتتون رو برای عادتهای خوب بگذارید؟ و صادقانه بگم اضافه کردن عادتهای خوب به این روش خیلی آسونه. ایده یک تغییر سریع معمولاً دروغی بیش نیست. این راهکار در مقایسه با شما که به معنای واقعی 10 دهه از عمرتون رو یا بیشتر برای خیلی از شما صرف جنگیدن با ذهن خودتون کردین خیلی آسونه، زیرا این راهکار هماهنگ با ذهنتون عمل میکنه. با دانش و راهکاری درست برای تغییر، آنچه پیش از این غیر ممکن به نظر می رسید راحت و ممکن میشه. مثلا مانند اینه که بخواید در قفل شده ای رو باز کنید، فقط در صورتی آسونه که کلید درست را داشته باشین، یا اینکه قفل ساز یا دزد باشین، اما خب موضوع رو پیچیده نمی‌کنه. در هر صورت همه اونهایی که غرق در تاریکی هستن شاید به دلیل عادتهای بدشون در زندگی به نور احتیاج دارن. اگه زندگیتون رو انبوهی از عادات بد فرا گرفته، اضافه کردن چندین عادت خوب میتونه شما و زندگیتون رو تغییر بده. تاریکی چیزی نیست که به خودی خود به وجود اومده باشه، بلکه عنوانیه که به نبود نور میدیم. شاید افراد از اون جهت که روشنایی عادتهای خوب رو تو زندگیشون کم دارن، خلأش رو با تاریکی پر کردن و به عادتهای بد رو آوردن. اضافه کردن عادتهای خوب به زندگی راه ممکن دیگری رو براتون روشن میکنه. اعتماد به نفس از دست رفتتون رو به شما برمیگردونه و به شما امید میبخشه. همچنین بنیان محکمی محسوب میشه که میتونین بر روی اون بسازین. اگه این اطلاعات رو فلسفه زندگی خودتون بدونید، تأثیرش رو 2 برابر تو زندگیتون حس میکنید. فلسفه‌ای که به اصل همیشه اولین قدم به جلو مهمترین گام است اشاره کرده و اون رو ارزشمند میدونه. به عبارتی دیگه میتونه علاوه بر عادتها در حیطه‌های دیگه‌ای هم کمکتون کنه. من نه تنها امیدوارم این کتاب کمکتون کنه، بلکه مطمئنم که کمکتون خواهد کرد.
همانقدر که مطمئنم بیشتر تصمیم گیری های سال نو مردم به سرانجام نمیرسه، زیرا به لحاظ آماری احتمال اون خیلی بالاست که به سرانجام نرسه. با به کارگیری خرد عادت شما میتونید به انبوه افرادی بپیوندید که زندگیشون رو به غیر قابل باورترین راه ممکن تغییر دادن. چه جمله عجیبی. توضیح مختصری در مورد خرد عادت‌ها. از اونجا که در طول کتاب به خرد عادت‌ها بسیار اشاره خواهم کرد، میخوام در اینجا توضیح کوچیکی در موردش بدم. یک خرد عادت در اصل نسخه فوق‌العاده کوچیک‌تریه از عادت جدیدی که میخواین بسازینش. 100 حرکت شنای روی زمین توی یه روز به یه حرکت شنا مختصر میشه. نوشتن 3000 کلمه در هر روز به 50 کلمه در روز محدود میشه. همواره مثبت اندیشیدن به دو فکر مثبت اندیشیدن در روز تبدیل میشه. زندگی به سبکی سرمایه گذارانه به 2 ایده سرمایه گذارانه در روز تغییر پیدا میکنه از میان هزاران سرمایه گذاری. بنیان سیستم خرد عادت‌ها بر پایه برداشتن گام‌هایی تا حد احمقانه‌ای کوچک استوار شده. خیلی مهمه. ایده گام‌های کوچک ایده جدیدی نیست، اما چگونگی و چرایی به کارگیری اون چیزیه که به اندازه کافی بهش پرداخته نشده و تو این کتاب بهش پرداخته خواهد شد. قطعاً گام‌های کوچک نیز ایده‌ای نسبیه، زیرا شاید گامی کوچک برای شما جهش بزرگی برای من محسوب میشه. اصطلاح تا حد احمقانه کوچک به خوبی منظور منو میرسونه، زیرا اگه یک گام نسبت به حداکثر توانایی شما تا حد احمقانه کوچیک باشه به نظر فوق‌العاده است. مثلا واسه کسی که اصلاً تا حالا ورزش انجام نداده، احمقانه کوچکش اینه که به جای یه حرکت شنا شاید اصلا فقط دراز بکشه رو زمین و تو حالت رفتن شنا فقط قرار بگیره، چند روز فقط همین کارو کنه، شنا نره. ولی واسه کسی که مثلا 1-2 ساله داره ورزش میکنه ولی حالا بخواد ورزشش رو سنگین تر کنه و براش سخته، احمقانه کوچیک اون میشه حالا روزی 10 تا شنا. بچه یا حالا 10 تا شنا مگه چیه؟ میخواد بگه که واقعا نسبت به توانایی آدما باید اون احمقانه کوچک رو تعریف بکنی. خوبی این کتاب هم اینه که دست همه رو باز میذاره، نمیاد یه چیز ثابت بگه. هر کسی با توجه به توانایی خودش یک عادت احمقانه کوچک نسبت دوباره به توانایی خودش انتخاب میکنه. سخن کوتاه، ادامه بحث. قدرت سیستم خرد عادت‌ها در بکارگیری اونها طرز فکر ما چرخه بازخوردهای مثبت از درون ساخته. خودکاراییمان که به روشی طبیعی افزایش می‌یابد و نیز قطعاً بالا کشیدن گام‌های کوچک در جهت ساخت عادت‌ها میباشد. این مورد آخر رو بیشتر توضیح میدم، اما اون هم از چیزی درون ساخته است. سیستم ساده‌ای با پشتوانه‌ای پیچیده و هوشمندانه. روشی که با استفاده از اون بر روی این خرد عادت کار میکنیم اینه که با نیروی اراده خیلی کمی خودمون رو مجبور به انجام کاری بکنیم. اینه که انجام یه حرکت شنا در روز یا چند ایده کوچک دیگه به اراده خیلی زیادی نیاز نداره، پس میشه از پسش بر اومد. مزیت دنبال کردن سیستم خرد عادت‌ها اینه که به طرز غافلگیر کننده‌ای به نتایج بسیار بزرگی دست پیدا میکنیم. اول اینکه شانس خیلی زیادی وجود داره که پس از اون که حد لازم‌های کوچکتون رو انجام دادین چندین حرکت اضافی هم انجام بدین، یعنی به عنوان جایزه به خودتون. میگه من که حالا یکیمو زدم، برنامه‌مو زدم، حالا که تایم دارم 3 تا میزنم، 4 تا میزنم. یه جایزه به خودت میدی، اسمشو میذاری جایزه. مثلا من میرم باشگاه، مربی میگه 4 ست 20 تایی. چرا حالا 4 تا 20 تایی 3 تا 12 تایی نه؟ برای اینکه عضلاتی که ضعیف‌تر هستن تو تکرار بالا در واقع قوی میشن، یه جوری انگار عضله بیدار میشه. به جای 4 تا 20 تا مثلا اگه خیلی سنگین باشه برام، آخری رو 21 یا 22 تا میرم، بعد میگم 2 تا به خودم جایزه دادم. همین که دیدگاهمون این شکلی باشه حس خوبی داره، ذهنتون رو میتونید شرطی کنید نسبت به حرکت‌های اضافی. به این دلیل که ما در حال حاضر مشتاق این رفتارهای مثبت هستیم و با شروع آنها مقاومت درونی که از خود در برابر تمرین کردن انجام میدادیم کم میشه. مزیت دوم دنبال کردن خرد عادت‌ها روزمره شدن رفتار مورد نظر شماست. اینکه روزانه انجامش بدین جلوتر به شکل علمی توضیح میده چرا باعث میشه که زودتر به عادت تبدیل شه تا اینکه یه حجم زیادی رو تو یه روز فقط انجام بدین. حتی اگه از لازم
کوچکی که برای خود تعیین کرده بودید هم فراتر نرین، باز اون رفتار رفته رفته تبدیل به خورده عادت شما میشه. از این نقطه به بعد سعی کنین حرکت‌های اضافی انجام بدین یا اندازه عادت خودتون رو بالا بکشین. مثلا بعد 30 روز 1 شنا زدین میکنیدش 2 شنا، میکنیدش 3 شنا. اگر 10 دقیقه تمرین گیتار داشتین میکنیدش 1 رو، میکنیدش 20 دقیقه. هر کسی حالا تو هر تخصصی که هستش. مزیت دیگه، از این نقطه به بعد سعی کنید حرکت‌های اضافی انجام شده یا اندازه عادت‌های خودتون رو بالا بکشین. مزیت دیگه موفقیت دائمی شما تو اون زمین است. قرعه کشی یه بانک اونقدر بزرگه که احتمال باخت توش زیاده، اما خرد عادت‌ها به قدری کوچیکن که احتمال باخت توش خیلی بعید به نظر میرسه و بنابراین با انجام خرد عادت‌ها هرگز حس مخربی که پس از شکست تو رسیدن به یه هدف به شما دست میداد و تجربه نخواهید کرد. این یکی از معدود سیستماییه که عملاً موفقیت هر روزه شما رو تضمین میکنه و باید اونو قدردان این مارپیچ تشویق کننده قدرتمند و اهداف همیشه دستیافتنی باشیم. خرد عادت‌ها باعث شدن که حس کنم هرگز متوقف نخواهم شد، در صورتی که قبل از شروع خرد عادت‌ها احساس می‌کردم که هرگز نمیتونم کاری رو شروع کنم. در جمع‌بندی باید بگم که خرد عادت یه رفتار مثبت بسیار کوچک است که هر روز خود را مجبور به انجام آن می‌کنید. برداشتن گام‌های کوچک همیشه جواب می‌دهند و عادت‌ها با تداوم انجام کاری ساخته می‌شوند. پس این دو باید همیشه در کنار یکدیگر بمانند. انگار دارد از فیلم گرگومیش هم عاشقانه تر می شود. در مورد عادتها و ذهن، خیلی جذاب این بخشش. چرا از راهکار گام‌های کوچک در زندگی روزمره‌مان استفاده نکنیم؟ واقعا چرا؟ خب البته که باید استفاده کنیم، اما عادت‌ها هم چارچوب زندگی شما هستند و بنابراین اجتناب کردن از اونها اشتباه خیلی بزرگیه. وقتی که من با انجام چالش روزی حرکت شنا و قدرت گام‌های کوچیک رو کشف کردم، حس کردم چه قهرمانی هستم. یه قهرمانی هم که اکنون نیروی ماوراییش رو کشف کرده و با خودم فکر کردم که چجوری میتونم از این نیرو به بهترین شکل استفاده کنم. پاسخ من عادت بود. این کتاب برای این موضوع تکیه داره که با استفاده از گام‌های کوچیک عادت‌هاتون رو بسازین، زیرا هیچ چیز مهمتر از عادت‌های شما نیستن. طبق نتایج تحقیقات دانشگاه دوک 45% از رفتارهای ما تحت تاثیر عادت‌هامون شکل میگیره. اهمیت عادت‌ها حتی از این 45% که تحقیقات نشون داده هم بیشتره، زیرا عادت‌ها تک رفتارهایی هستن که اغلب به طور مداوم تکرارشون میکنیم، اغلب به طور روزانه، و همین عنصر تکرار در طولانی مدت بر مزیت یا ضرر چشمگیر اون رفتار تا حد قابل ملاحظه‌ای می‌افزاید. عادت نوشتن 1000 کلمه در روز برابر با 365,000 کلمه در سال است که این معادل 7 رمان 50,000 کلمه است. بنابراین رمان عظیم الجثه لئو تولستوی نوعی کمکاری او محسوب می شود. باید پاسخ قابل قبولی داشته باشه. رمان‌های کلاسیک زیر را که تعداد کلماتشان حدود 50,000 تاست رو در نظر بگیرین. یه سری رمان‌ها داده نوشته آدامز در راهنمای کهکشان برای اتوستاپ زن‌ها، نشان سرخ دلیری، بعد اثر استفان کرین نوشته خب میدانم که در اولین تلاش خود قطعا نمیتوانید رمانی با چنین شهرت جهانی بنویسید یا رمانی مانند یکی از 100 رمان مشهور دنیا، اما اگه سالی 7 تا بنویسین و کمی دیگر هم تلاش کنین میتونین یه اثر فوق‌العاده ارائه بدین. قبول دارین؟ چند عادت دیگه که میتونین زندگیتون رو باش تغییر بدین. عادت روزی 20 دقیقه ورزش کردن به قدری کافی هست که روحیتون رو تغییر بده. عادت خوردن غذاهای سالمتر به طول عمرتون اضافه میکنه و شما رو سرزنده نگه میداره. عادت 1 ساعت زودتر از همیشه از خواب برخاستن و مطالعه کردن در سال چیزی معادل 365 ساعت فراهم میکنه. اگه سرعت مطالعه کردنتون در حد معمول و 300 کلمه تو دقیقه باشه، این 1 ساعت زودتر از خواب بیدار شدن به شما امکان اینو میده که
حدود اینقدر کلمه یا 131 کتاب 50,000 کلمه‌ای تو سال بخونید. حجم خیلی زیادیه و روشی مطمئن برای بالا بردن دانشتون محسوب میشه. واقعا مطالعه خیلی مهمه. از مثالهای دیگری که کمتر عینی هستن میتونیم به مثبت اندیشیدن و قدردان بودن اشاره کرد که تأثیر چشمگیری بر زندگیتان دارد. با خورده عادت‌ها میتونید هر چه رو که از ارزش‌های زندگی میخواهین بردارین. عادت مورد علاقه خودتون رو انتخاب کنید و به لیست خودتون اضافه کنید. برای ایده های خورده عادتی بیشتر به وبسایت minihabits.com سری بزنید، اما صبر کنید. برگردید همینجا. قبل از جیم شدن باید کتاب رو تموم کنید. اطلاعات مهمی پیش روتون قرار داره که کمکتون میکنه موفق بشین. دیکشنری مریام وبستر دیکشنری کلمه عادت رو رفتاری معمول، کاری که فرد اغلب به طور مرتب و پی در پی انجام میدهد تعریف کرده است و از آنجا که من مقاومت و اراده رو مد نظر دارم عادت رو به این صورت تعریف میکنم: رفتاری است که انجام دادنش آسان‌تر از انجام ندادنش است. چه تعریف باحالی. عادت‌ها به طور مستقیم در دسترستون قرار ندارن. نمیتونین فوراً عادتی رو بسازین یا فوراً هم حذفش کنین. اگه عادت بشه خب میشه، زمان میبره تا واقعا حذفش کنین. اگه بد باشه، اگه خوب باشه که خب خوبه که زودم پاک نمیشه. آنها در طول زمان و با تکرار قالب بندی میشوند. عادتها در ذهن ما چه نامیده میشوند؟ مسیرهای عصبی کانالهای ارتباطی مغز هستند و این مسیرها همون چیزی هستند که ما در دنیای فیزیکی عادت می‌نامیم. پس مسیرهای عصبی کانالهای ارتباطی مغز ما هستند و این مسیرها همون چیزیه که تو دنیای فیزیکی بهش میگیم عادت. خیلی خفنه. عملکردش به این صورته: هنگامی که مسیر عصبی متعلق به عادتی خاص توسط فکر یا نشانه‌ای خارجی شکل گرفت، یک شارژ الکتریکی در سراسر مسیر عصبی شلیک میشه و شما خودتون رو ملزم به انجام کاری عادتگونه میبینید. برای مثال، اگه هر روز فوراً بعد از بیدار شدن از خواب دوش میگیرین، یک مسیر عصبی مخصوص این رفتار تو ذهنتون به وجود اومده. از خواب بیدار میشین، نورون‌های عصبی دوش گرفتن جریان رو در سراسر مسیر شلیک میکنن و شما مثل یک زامبی به سمت دوش حموم روونه میشین. حتی نیازی به فکر کردن نیست. میری دوشتو میگیری، میری مسواکتو میزنی. وقتی میخوای بری بیرون کفشتو میپوشی، بنده کفشتو میبندی، اصلا بهش فکر نمیکنی. خیلی پایین تر از حد توان شماست. به راحتی میتونی انجامش بدی. این همون جادو یا طلسم عادت هاست، بسته به این که عادت مورد نظر خوب باشه یا بد. هر قدر که عادت شما بیشتر در وجودتان ریشه کند، مسیرهای عصبی مربوطه به معنای واقعی ضخیم‌تر و قوی‌تر میشن. هورا! دونستن این اطلاعات کمکتون میکنه تا هدف این کتاب براتون ساده تر و قابل فهم تر بشه. ما قصد داریم که از طریق تکرار مسیرهای عصبی خاصی رو بسازیم، اونا رو تقویت کنیم. گفتنش آسونه، اما لازم هست که در محدودیت‌های ذاتی انسان غلبه کنیم تا بتونیم به این هدف برسیم. بسیاری از راهکارهای استاندارد ارائه شده برای ساخت عادت این محدودیت‌های اثبات شده رو مد نظر قرار نمیده و قدرت اون رو دست کم میگیرن یا جملات مبهم و بیفایده‌ای از این قبیل به شما ارائه میدن که کار سختی خواهد بود، باید بخواهید یا بتوانید انجامش دهید. بدون داشتن برنامه قابل اطمینان برای کنترل این محدودیت‌ها، حتی اگه برای ساخت عادتی خوب در ابتدا بسیار پر انرژی هم باشین، بعد مدتی از تموم شدن سوختتون یا بی‌ثباتی وضعیتتون خسته میشین، مثلا براتون بی‌معنی میشه و خیلی زود تسلیم میشین. آیا میتونین به راحتی بگین خب فقط کمی بی‌انگیزم؟ بله، ولی این همون جمله‌ای بود که منو 10 سال از حرکت باز داشتم و بعداً بهش برمیگردیم. عادت‌ها مسئله استرس و زندگی.
حال که در مورد اهمیت عادت‌ها صحبت کردیم، استرس رو هم مد نظر قرار بدیم. دنیای امروز با سرعتی بسیار بیش از پیش به جلو داره میتازه و به نظر میرسه که در نتیجه اون همه ما دچار استرس شدیم. زندگی در حد کمال نیست و گویا پیش بردن اون بدون استرس غیر ممکنه. پرسشی که بیشتر افراد حتی لحظه‌ای بهش فکر نمی‌کنن که از خود بپرسن اینه که استرس چجوری میتونه بر روی عادت‌هامون تاثیر بذاره. ثابت شده که استرس رفتار عادتگونه رو تشدید میکنه. یعنی میشه گفت استرس خوب داریم، استرس بدم داریم، به سمت رفتاری بهتر یا رفتاری بدتر. نتایج دو آزمایش در دانشگاه لس آنجلس کالیفرنیا و دانشگاه دوک نشون داد که استرس کشش افراد رو به سمت رفتاری عادتگونه بیشتر میکنه. چون نیازی نیست که فکر کنی الان درسته چیکار کنم، میری توی اون سیف زونت، میری کاریو میکنی که همیشه میکردی، بهش عادت داری. خب چه خوبی که اون کارا عادتهای خوب باشن. پروفسور وندی وود، آره درست دارم میخونم، میرم اون پایین ببینم اشتباه نگم. حالا اگه موقع اسم دانشگاهی، اسم کسی اشتباه گفتم، هم به بزرگی خودتون ببخشین، چون اسمی نیستش که آشنای گوش ما باشه، پس ممکنه که ما هم نتونیم بخونیمش. خیلی هم چیز پر اهمیتی نیست اسامی. پروفسور وندی بود بر اساس نتایج تحقیقاتش که در مجله شخصیت و روانشناسی اجتماعی به چاپ رسیده میگه هنگامی که فردی استرس داره به دلیل اینکه ارادش پایین اومده و احساس درماندگی میکنه نمیتونه خیلی راحت تصمیم بگیره، تصمیم گیریش سخت میشه. وقتی شما اونقدر بی‌حوصله این که نمیتونین تصمیمی بگیرین، تمایل پیدا میکنین که همون کاری که همیشه انجام میدادید رو انجام بدید و همون کارو تکرار میکنید. این قضیه در مورد هر دو عادات خوب و بد صدق میکنه، متاسفانه و خوشبختانه. درک این موضوع خیلی حیاتیه، زیرا باعث میشه که اهمیت عادت خوب و بد رو تو زندگیمون دریابیم و به طور کلی اصلا اهمیت عادت رو میفهمیم دیگه. اکنون فقط یه ثانیه تصور کنیم که چه اتفاقی میفته اگه عادتهای بدتون به شما استرس وارد کنن. عجب چرخه بازخورد منفی کاملی. استرس شما ماشه یک عادت بد رو میکشه و اون عادت بد در واقع ماشه حس گناه، وحشت درونی، استرس بیشتر رو میکشه و باز همین احساسات منفی و استرس ماشه تکرار اون عادت رو میکشن. اما حالا تصور کنید که چه اتفاقی میافتاد اگه عادت شما عادتی بود که استرس رو از شما دور میکرد، مثل ورزش کردن. در این مورد استرستون شما رو به باشگاه میکشونه و ورزش استرس رو از شما دور میکنه. تفاوت تأثیری که این دو عادت میتونه تو زندگیتون داشته باشه فوق‌العاده چشمگیره، زیرا یکی از عادتها هر چند که در سخت‌ترین شرایط زندگیتون قرار داشته باشید شما رو در مسیر پیروزی هدایت میکنه و عادت دیگر دائما شما رو تهدید به افتادن در مارپیچی منفی میکنه. تأثیر دیگر استرس بر زندگی ما سختی تغییر کردنه. حجم زیادی از استرس تغییر زندگی رو برامون به چالش بزرگی تبدیل میکنه. طبق گفته پروفسور وود فقط تمایل دارین همون کاری رو که معمولا انجام میدین رو تکرار کنین. اگه بخوایم این موضوع رو بپذیریم که استرس ما رو به سمت عادت‌های از پیش ساختمون میکشونه، بازم باید بگیم که استرس و تنش ما رو از هر چیز دیگه‌ای که از جمله رفتار جدید مثبتی که قصد داشتیم اون رو تبدیل به عادت کنیم دور میکنه. ممکنه متوجه تاثیرش نشین، اما من همین حالا به شما لبخند میزنم. وقتی که استرس دارین فرمول ساخت عادت جواب نمیده، زیرا فقط عادت‌های از پیش ساخته شده قوی تر میشن، نه عادتی که جدید ساختین و ضعیفه. اما نگران نباشین، سیستم خورد عادت ها نمیذاره که تو این مرحله از پا در بیاین. چون 1 ساعتمون داره پر میشه، من مجبورم که تا اینجا جلسه رو به اتمام برسونم. تا صفحه 40 خوندیمش. خیلی خیلی لذت بخشه که کتاب رو کاغذی بخونین، ولی میتونین از روی فیلم هم به راحتی با من گوشش بدین. من خودم به شدت تو این 2-3 سال اخیر زندگیم آدمی شدم که تمام کتاب ها رو دارم صوتیشو گوش میدم، چون تاثیرش خیلی عمیقه و حواسم رو از لمس و حالا دیدن میده همه رو به گوش و برام خیلی جذابیت داره. اوایلش حواسم خیلی پرت میشد چون کار دیگه هم انجام میدادم، اما از یه جا به بعد مثلا فهمیدم کجاها میتونم با تمرکز بیشتری گوش بدم. وقتی که مثلا تو پلانکم 3 دقیقه پلانکم تو گوشم دارم پادکست گوش میدم، یا تو ترافیکم موقع رانندگی بهترین تایمه. بعضی وقتا اگه مربی خصوصی نداشته باشم تو باشگاه واسه خودم رو تردمیل 20 دقیقه پادکست گوش میدم. خیلی حس خوبی داره، حالا چه تصویری چه صوتیش. من اگه بتونم دوست دارم این نسخه رو صوتی هم بکنم، تو کانال کتاب صوتیم قرارش بدم که توی تلگرامه. برای اینکه به اون هم دسترسی داشته باشین میتونید بهم دایرکت بدین، راهنماییتون میکنم. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار تا جلسه بعدی.